یکی باید تو زندگیم پیدا شه که من حالم بهتر شه. من باید ثروتمند شم که حالم بهتر شه. من باید یه ماشین خیلی آنچنانی زیر پام باشه که حالم بهتر شه. من معاشرت‌های خیلی تاپ لول باید داشته باشم که حس کنم حس خوبی داشته باشم. من همش منتظرم یه اتفاقی بیفته که من حس بهتری داشته باشم. اینا تله‌های ذهنی هستند. یکی از نشانه‌های رشد آگاهی درک شادمانی‌های ساده زندگیه. مثل وقتی که شما میرین خونه خیلی خسته یه دوش میگیرین، کیف نمیده؟ کیف میده. خیلی اتفاق عجیبیه؟ نه. یا هوس کردین یه چایی بخورین، میشینین پاتون رو دراز میکنین، میگین آخش یه چایی میخورین و کیفشو میکنین و احساس رضایت و شادمانی بهتون میده. اتفاق خیلی عجیبیه؟ نه. یا از پنجره بیرون رو نگاه میکنین، این درخته که درخت خیلی پروپیمونی هم نیست، یه درخت معمولی قدیمیه، از شهرداری اومدن شاخه هاشو قطع کردن، یه شاخهش انقدرش جلو پنجره‌تون یه دونه برگ هنوز بهش هست و خب زیبایی شگفت‌انگیزی داره دیگه، واقعا شگفت‌انگیزه دیگه و شما رو متحیر میکنه و مست میکنه شما رو. این خیلی اتفاق عجیبیه؟ نه. از این برگا بیرون چقدر هست؟ از اون ابرهای قلمبه تو آسمون چقدر هست؟ یکی دیگه از نشانه‌های رشد آگاهی اینه که شما چقدر میتونین با هیچی شاد باشین. میدونین این که شما یه سقفی بالا سرتون هست، تو کوچه نمیخوابین، این زیباست، این جالبه، این شوق‌گذاری داره، این کیف داره، این شاد میکنه آدمو، بس این خودش خیلیه. این معنیش این نیست که ما منفعل بشیم، خواسته بزرگ نداشته باشیم، دنبال اهداف بزرگ نریم، هدف گذاری نکنیم. اینا رو با هم قاطی نکنین ها. چون زندگی همواره رو به فزونی است. اگر شما نخواین هماهنگ با ریتم‌های طبیعی حرکت کنین، از تعادل خارج میشین. زندگی رو به فزونی است و به طور طبیعی همه آدم‌ها میخوان که در حوزه کاریشون پیشرفت کنن، حوزه مالی پیشرفت کنن، در حوزه عاطفی پیشرفت کنن، معاشرت‌هاشون کیفیت بهتری پیدا کنن، حوزه شغلشون، در حوزه‌های درونی، باطنی، ذهنی. اصلا به طور طبیعی همه آدم‌ها طبیعتاً تمایل به فزونی دارن. زندگی رو به فزونی است. اینی که دارم بهتون میگم به معنای این نیست که منفعل بشیم یا خواسته ای نداشته باشیم یا هدف گذاری نکنیم یا بزرگ فکر